Bonjour les amis. Ça fait longtemps. خیلی وقت دوستای عزیز که ما همدیگر را ندیدیم یا ویدیو نگذاشتیم. خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم و همونطور در جلسه قبل قرار شده بود که ما در جلسه بعدی در زمان حالی ساده خبری متن کار می‌کنیم که هم داریم روی یک متن کار می‌کنیم که اینجا تصویر نداره. خیلی من دوست داشتم تصویر می‌داشت و اصلی یعنی متن که وقتی ما کار می‌کنیم یا هر چیزی دیگه ای رو به همون بالاش به طوری خلاصه هم میتونیم معنی کلیش تقریبا بفهمیم. اینجا شما در بالا میبینید که نوشته کل کسان سمرک منظورش هستن چی غرغری این مرک. این منظورش از مرک یک مرد است، یک اسمی کوچی مرد است. بس اینجا است در کل متن هدف از متن هستن روی شخصیتی مرد صحبت منن. یک مکالمه است، یک دیالوگ است بین دو تا همکاری مرد که هستن صوفی و کلر هستن. بقیه‌اش را خدا اینکه ما داستانی که توضیح بدیم متوجه میشید. بریم پیشرو می‌ریم دوستا. این میشه جلسه 4 از کلاس‌های زبان فرانسوی ما سیانس 4 apprendre le français. خب quel sont ce marque چی میگه چی غرغره این مرک. صوفی میگه bonjour مرک. مرک در جوابش چی میگه سالو. بس کلر همکار دیگه شی به طوری مبالغه یک نوع به طوری تنور میگه تنور یا مبالغه میشن سرکاستیک. کل انتوزیاسم میگه چی با انرژی. منظورش یعنی مرک به مسخره در میگیرن به خاطر که مرک طوری که اینجا جواب همکار خمیدی اصلا جالب نه. صوفی میگه tu parles. صوفی در جوابش میگه tu parles. این میگه اینجا زمان حالی ساده استفاده شده. خب زمان حالی ساده خبری. c'est toujours comme ça avec Marc. میگه تو صحبت میکنی همیشه امرای مرک همی بدبختی هستن. منظورش هستن یعنی امیر خمست ترس رفتارشی. الکریتیک اینجا از فعل کریتیکه یعنی نقد کردن کسی را. منظورش هستن الکریتیک تو میگه او همه چیز نقد منه طول همیشه وقت. منظورش هست از طول کلیر میگه بون یک نوع سوالی هست برایش متعجب منن سوال. صوفی در جوابش میگه وی یعنی بله. il arrive toujours en retard. اینجا میبینید فعلی arriver استفاده کرده از زمان حال. il arrive toujours en retard. فعلایی که اینجا استفاده میشه من میخوایم رنگ کنم که بخوایم برایش واضح شود. il arrive toujours en retard هم از زمان حالی خبری استفاده شده. il nous dit دید هم از زمان حالی خبری استفاده شده. سومین شخص صرف شده. اینجا آمده دی جمعی بورژور میگه او هیچ وقت سلام نمونه. il passe اینجا یک نوع لیست منن رفتارهای بچه را. این در فرانسه وقتی که لیست منیم ما از ویرگول استفاده منیم رفتارها را. il passe ses réunions à soupir یعنی آه کشیدن. سوپیر این صرف نشده یک فعل است که صرف نشدن. این در پس صرف شده فعل دوم صرف نشده. یعنی پس یعنی گذراندن منظورش هستن. سوپر یعنی آه کشیدن. او regarder son téléphone اینجا هم صرف نشده. میگه یا نگاه منه یا مثلا آه میکشن در جلسه یا روی تلفن همه ساعت میگذاره. son téléphone. کلر در جوابش میگه et personne ne lui dit rien. کلر در جوابش میگه هیچ کس به او چیزی نمیگه. هیچ کس منظورش هست به او چیزی نمیگه. خدا زده را این مرک که خدا زده را هیچ کس برایش چیز نمیگه. باز در جوابشی
صوفی چی میگه؟ لو شف، منظور تو میگه شف هستن الدی، اینجا از فعل دیت یعنی گفتن، دید که سه مارک اندیسپانسابل میگه، شف یا رئیس میگه ما مارک یعنی ضروریه یا اندیسپانسابل هستن، بدونی مارک یعنی حیاتی، مارک یک دیوانه هستن اون حیاتی. باز اینجا هستن میگه il connaît bien، il connaît bien تنها استعداد. ببینید دوستان، یعنی گاهی وقتی چی دادم، رفتار آدم حتی میشه حیوان هم شد، ولی گاهی وقت استفاده یا استعداد انسان هست که انسان رو مشخص نه. اینجا میگه الکنه، اون میدونه مرد این همه رفتارهای زشت و خراب انجام میدن، یه خلاقیت انسانی و رفتار اجتماعی نداره، منتها تنها توانایی مرکی هست که الکنه بیا لوژیسیل، او تنها نرم افزارها رو خوب میفهمه. باز کلر در جوابش میگه انکرویابل، یعنی فوق العاده یا مثلا باور نکردنی هستن، منظورش هست باور نکردنی هستن، انکرویابل. سنه پا تو، سنه پا تو. صوفی در جوابش میگه یه همه چیز نیست. سنه پا اینجا فعلی اتر صرف شده در زمان در سومین شخص، میگه سنه پا تو، سنه پا تو. اینجا هم کنتر که درسته گفتیم لوشت، میگه این سنپا تو، میگه همه چیز نیم، میگه تنها رفتارهای مرد این تمام میشه الکوغش طول مند، میگه او همه را یک نوری چیز منن، یک نوری تصحیح منن، همه را کوغش منن. الغی همه را به مسخره میگه یا میخنده، به همه میخنده منظورش هسته. quelqu'un propose une idée، وقتی میگه کسی یک پیشنهاد، الغی quand quelqu'un propose une idée، میگه اون میخنده وقتی کسی یک پیشنهادی منه، و رفتار همه را یک نوع میخوای تصحیح کنه، این خود خدا خالق زمین زمانی اون مکان کار نبیدنه. بعد اینجا نوشته هم که elle parle toujours 10 minutes avant la fin، و همیشه 10 دقیقه عمرن همیشه 10 دقیقه قبل از زمانی جلسه تمام میشه، یعنی همه چیزا همینطوری رفتار میکنه. تو اگزاژر، میگه تو خیلی سخت میگیری. کلر میگه تو اگزاژر یعنی سخت میگیری، منظورش هستن با صوفی میگه سخت میگیری. اگزاژره یعنی سخت گرفتن یا سفت گرفتن یا خیلی دنبال چیزایی ریز گشتن. با صوفی میگه pas du tout، جوابش میگه pas du tout. tout le monde le trouve insupportable. او trouver یعنی یافتن یا یک نوعی رفتار از را ما میگیم ما پیدا میکنیم، مشاهده میکنیم یا رفتاری انسان را خیلی جالب نمیبینم، اینجا مامی هستن. insupportable یعنی غیر قابلی که دیگه حوصله برای کس نماندن، این قدم بد رفتاری من. Louise par exemple ne veut plus être dans le même projet que lui. میگه اینجا به یک مثال میزنه برای یک صوفی، میگه که واضح شب رفتارهایش اینجا که وقت توضیح دادن که او رفتار همه را تصحیح منن، وقتی یک کس پیشنهاد منن میخندند و 10 دقیقه پیش از il part 10 minutes avant la fin. در کلر اینجا میگه تو اگزاژر، میگه خیلی سختی میگیری، همچون چیز وجود نداره. با صوفی اینجا هم دارن یک نوع توجیه منن، میگه همه او را رفتارش را غیری قابل انتظار یا مثلا خوش نمیاد. یک مثال میده، میگه لویز ne veut plus être dans le même projet que lui. میگه لویز اصلا از اون نفرت داره، نمیخواد اصلا داخل یک پروژه با او کار کنه. اینا داخل یک دفتری کار همایش همچون اتفاق میفتن. باز کلر در جوابش میگه il faut faire quelque chose، میگه باید انجام داد یک چیزی. صوفی در جوابش میگه j'espère qu'on va enfin réorganiser l'équipe. j'espère اینجا بازم یک فعل هست، مثلا این فعل ها را برای شما وقت فعل صرف ده، اینجا هم il faut یعنی ضروری هستن. il faut faire quelque chose، faire یعنی انجام دادن که صرف نشده، اینجا به طوری انفینیتیف هم آدن یا مصدری هم ده. j'espère qu'on va اینجا هم صرف ده، یعنی علی فعل علی صرف ده سومین شخص. organize یعنی برنامه ریزی کردن یا برنامه انجام دادن. organize دوباره یعنی یک
میگه réorganiser l'équipe یعنی دوباره اکیپ را شرایطی را فراهم کنی، یک نوعی منظم کنی. moi je ne peux plus میگه من نمیتونم دیگه با این رفتارهای مخک انجام میده دیگه با یکی بیکار. moi je ne j'en peux plus میگه من دیگه نمیتونم همه رفتارهای زیر تحمل کنم. کلر در جوابش میگه علی امریه اینجاست. ببینید وقتی که امری استفاده می‌کنیم فعل فاعل نیاز نداره، فعل به زمانی سوم شخصی امری استفاده می‌کنیم. وین میگه بیا، علی وین on va prendre میگه علی وین. اینجا بازم امری استفاده کرده دومین شخص میگه بیا on va میگه میریم on va prendre un café میگه بیا بریم. prendre یعنی گرفتن یک کافه، حرف نشده ولی فعلی علیه اینجا حرف شدن. میگه اونیوه منظور چی هستن؟ میریم با هم. خیلی استفاده میشه اونیوه در فرانسوی. ça te fait du bien میگه ça te fait du bien. اینجا فعلی ما که هستن علیه هستن ولی اینجا که هستن سا منظورش از کافه هستن. ان کافه اینجا ça te fait du bien میگه برای تو یک حالی خوب برای تو میده. امیدوارم که خیلی واضح شده باشد برای شما دوستان و اگر سوال داشتید لطفاً حتما سوال خود در کومنتر بگذارید یا در نظرها بگذارید. هم برای خود شما کمک منه، هم برای بقیه دوستان، برای از من، برای تصحیح یا تغییر یا چیزی که نقد دارن ویدیو. و لطفاً لایک و کومنتر هم یاد شما نرک برای از من، لایک و شیر یاد شما نرک برای از من یک انگیزه میشن که ویدیوهای بیشتر یاد کنم و نظرهای بیشتر بگذارید و چیزایی که دوست داشته باشید. تشکر از حضور شما. روزی خوبی خوشی را برای شما آرزو دارم. تا بعد.